شمال چرخی یعنی باغ نیاوران. اینجا قبلا نیاوران، نیاوران و ما از این کلمه میرسیم به نیزار. آره اینجا قبلا نیزار بوده، باغ بوده کلا و از قاجار میان اینجا برای اقامتگاه ییلاقیشون. نخستین سازه‌ای که خب شما میدونید اینجا ساخته میشه سازه صاحب قرانی است و البته قبلش هم در زمان پدر ناصرالدین شاه اونجا یه سازه دیگه بوده. بعد اسم صاحب قرانی اسم قبلیش چی بوده؟ اسمش قصر نیاوران بوده که به نیت 30 سالگی پادشاهی ناصرالدین شاه میشه صاحب قران. لقب صاحب قران رو به خودشون میدن. حالا فلشبک می‌زنیم دوباره رو همینجا. اینجا در 9000 متر مربع ساخته شده. مهندس طراح محسن فروغی بوده، فرزند محمد علی فروغی، یکی از نامداران و سیاستمداران به نام کشور بود در اواخر قاجار و پهلوی اول. داخل که تشریف میبرید چندین سالن و تالار رو خواهید دید. اونش تالار آبی، سالن غذاخوری، سالن پذیرایی و شگفتی این کار اینجا براتون بگم که دوتاست. البته همه جاش از جمله خود شما جزء شگفتی و خارق‌العاده هستید. مرسی از حضورتون. اما هنگامی که تشریف میبرید داخل سرتون رو بالا کنید، سقف میبینید بازشونده به صورت الکترومکانیکال و برای تهویه هوا بوده، برای تامین نور بوده. اما بچه تصمیهش مهمتر اینه، برای لینک و پیوندی به معماری ایرانی. اینجا الهام گرفته شده از معماری ایرانی با امکانات نوین و شرکت ناظرش، ناظر مهندسین ناظر عبدالعزیز فرماییان و شرکا. اما ساخت ساز این ساختمان، این کاخ زیبا از شرکت آلمانی به نام ماب بوده. آره داخل اتاق آرایش داریم، اتاق ورزش داریم، اتاق لباس‌های سلطنتی، لباس‌های نظامی داریم و براتون چی بگم، هر چی بگم کم گفتم از این تالار زیبا و پر رمز و راز. اتاق فرزندان رو داریم، شاهپور، شاهدخت، فرهناز، علیرضا و لیلا. می‌دونیم که هنگامی که لیلا، شاهدخت لیلا زاده شدن، ولیعهد سلطان گزیدن در کوشک احمدشاهی. راجع به معماری ایرانی هم می‌دونید دیگه. اینجا ایرانی گفتیم قبل و بعد اسلام الهام گرفته به ویژه دوران هخامنشی و معماری ایرانی اگر دقت کرده باشید معمولاً درون جلوه. همین الان شما نمی‌خواید کسی از خونمون داخل خونمون با خبر بشه. اینجا کاملاً اینو میتونید درک کنید. اما وارونه با اینجا کوشک احمدشاهی کاملاً برونگراست، معماری برونگرا داره. اون سقفان وجه تصمیه‌اش به این صحبت به این جزء و موضوعه که به ما نشون میده خونه‌های قدیمی یادتون دیگه حوض داشت، حیاط داشت، حالا داخلش ماهی داشت، شنبله می‌داخت برای خونه‌اش. این صفحه و صمیمیتی مثل همین جمع الان خودمون داره. اونو تداعی می‌کنه برای ما و سینمای اختصاصی با تکنولوژی روز همون هنگام و البته کماکان هم میشه گفت قابلیت اجرا و استفاده داره. کم میگم یه نکته فقط بگم قبل ورود و لذت بردن از این مکان. البته دو تا بگم بهتره. اولین نکته اینه یعنی بس کنش نصف کنش. این نکته بذارید معلومم رد شد که اصلا که دوست دارم بگم. یعنی بس کنش نصف کنش. از بود زمانی و مکانی ما الان مکانشو داریم. دو سال پیش کسی میگفت به کسی من میگفتم اومدم کاخ نیاوران هیچکی باورش نمیشد. تغذیه هم نداشتن چون کاخ نیاوران اصلا اینجا اول به این نیت ساخته شده بود که هتل سلطنتی بین‌المللی برای مفاخر و اشراف جهان باشه. اما تغییر کاربری داد به محل سکونت شاهزاده و شهربانو و محمد شاه پهلوی. خب داخل که می‌بینید مسئولش نفلش خودتون رو تصور کنید از اشراف هستید و دارید قدم می‌زنید اینجا. اون ماجراهای زیبایی که داشته. هم بسیار سپاس از تحملتون. مرسی از محمد. تندرست باشید. افتخار خودتون ایران و محمد جناب حمیدرضا تاجی. سپاس.